هر میوه‌ای رو که میخوام بگم میل بکنید، قبلش نگران میشم که این قیمتش تو ایران چقدره، چطوریه، آیا مردم میتونن تهیه کنن، اصلا هست نیست. آخر سری قبل من گفته بودم که آووکادو میل بکنید. یکی از دوستان برای من یه عکسی فرستاد که یک دونه آووکادو قیمتش 135,000 تومان بود. حسابی شرمنده و خجالت زده شدم. حالا در این حال دوستان اگه میتونید یا اگه بود امکانش بود کیوی میل بکنید، مخصوصا برای کسانی که سطح انرژیشون پایینه، بیحالن، بی‌حوصله‌ان. یه تحقیقی اخیراً اومده بیرون نشون میده که مصرف روزانه 2 تا کیوی بعد از 4 روز مود رو خیلی خوب میاره بالا و پس از 14 روز این به پیک خودش میرسه، یعنی حال و احوال آدم رو خیلی خوب میکنه. یه عده کسانی هم بودن که تو این تحقیق فقط بهشون ساپلمنت یا در واقع قرص ویتامین C داده بودن که اونا خیلی حالشون خوب نشده بود در مقایسه با افرادی که کیوی استفاده کرده بودن. به هر حال ممنونم.